تا نویسنده ایرانی. سه تا نویسنده ایرانی از کجا پیدا کنم؟ نویسنده ایرانی بیکارن، ما با اونا زیاد نمی‌پردازیم. بیکارن میشینن می‌نویسن. الان خودت سه تا نویسنده ایرانی بگی الان. خودم گفتم اونا بیکارن می‌نویسن، ما با اونا خیلی کار نداریم. همواره زندگی خودم رو با یک فوتبالیست مقایسه میکنم. چند روز پیش نوشته شده بود یکی از فوتبالیست‌های مشهور پنت هاوسی داره، حدود 1750 متر، حداقل متر 25 میلیون. ولی من معلم فلسفه هنوز دریغ از اینکه 2 متر جا در این کشور داشته باشم. احساس میکنم این کشور بدون فوتبال کشور نخواهد بود. این کشور بدون برخی از چهره‌ها کشور نخواهد بود. این کشور بدون علی دایی کشور نخواهد بود. این کشور بدون علی پروین کشور نخواهد بود. اما این کشور بدون عبدالکریم میتونه کشور باشه. این کشور بدون اهل فلسفه‌اش میتونه کشور باشه. من